برادر و استاد محمدی کبیری رئیس انجمن نهضت اسلامی بلوچستان خواهش می‌کنم که برای ما درباره هدف‌ها و آرمان‌های جامعه ملی و آنچه باید ما انجام بدهیم در آینده نزدیک بگویم که چه کار برای ملت کرده می‌تونیم و با کدام بهای می‌تونیم این استقلالیت را یا از این استقلالیت قدردانی کنیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، برادران خواهران عزیز، مهمانان گرامی، همه شما را به استقلالیت دولتی تبریک می‌گویم. علیم زمان رو و یکایک شما رو، ملت عزیزان رو و همه کسانی که ما را این لحظه یا بعدا خواهند شنید همه را به استقلالیت دولتی تبریک می‌گویم و دعا می‌کنم که پروردگار روز ما را به استقلالیت ملی برساند. من با استفاده از این فرصت چند نکته را می‌خواستم خدمت شما عرض کنم، چون خود برادر برنده هم با ما سپارش داد که درباره هدف‌ها و برنامه آینده درباره حفظ استقلالیت چند صحبت کرده باشم. نکته اول ما باید تشخیص کنیم بین استقلالیت دولتی و استقلالیت ملی. یک مسئله خیلی بحثناک است، مسئله کاملا علمی هست و ما تا آن روزی که بین این دو پدیده یا دو مفهوم تشخیص خوب کردن نمیتوانیم از هم جدا نمی‌کنیم، بحث ما ادامه خواهد یافت که آیا تاجیکستان ما مستقل هست یا نیست، یا نیمه مستقل است یا چند درصد مستقل است. نشانه یک دولت مستقل این است که باید سرزمین داشته باشد، تریتوری مشخص داشته باشد، ساکن داشته باشد، در اون تریتوری انسان‌ها زندگی کنند، رمزهای دولتداری داشته باشد مثل پرچم، گیل، مثل نشان و حاکمیت داشته باشد و سیستم دولتی در آنجا فعال باشد مثل پرزیدنت اگر کشور پرزیدنتی است، اگر کشور پارلمانی است سروزیر، اگر منارخی هست یا مملکت سلطنت است یا که در آنجا پادشاه، ملک یا کرال، سر و هر مملکتی گفته باشد. اگر ما این معیارها را نگاه کنیم تاجیکستان امروزه آیا تاجیکستان ما با معیارهای یک دولت مستقل مطابقت میکند یا نه؟ جواب من این است که تاجیکستان امروز با تمام معیارهای قبول شده در سطح بین المللی مطابقت میکند و همچون یک کشور یا دولت مستقل عضویت دارد در سازمان ملل، در دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی و اعتراف هم شده است. تاجیکستان همچون دولت از طرفی شاید صد چند کشور 190 شاید بیشتر یا کمتر کشور اعتراف شده است. پس ما میتوانیم یکدیگر را همچون ساکن یا شهروند یک دولت مستقل به روز استقلالیت و استقلالیت دولتی تبریک کنیم. اما مسئله استقلالیت ملی کاملا فرقه. استقلالیت ملی عنصر اساسی و نشانه اساسیش داشتن انسان‌ها و شهروندان مستقل است. دیگر هیچ رمز و نشانه معیار برای آنکه ما یک ملت را ملت مستقل بدانیم وجود ندارد. آیا شهروندان یا افراد این ملت انسان‌های مستقل هستند یا نه؟ اگر ما امروز بگیم تحلیل کنیم که یک تاجیک، یک شهروند تاجیکستان همچون انسان، همچون شهروند مستقل هست، پس میتوانیم که ملت تاجیک ملت مستقل هست و یکدیگر را به این استقلالیت ملی تبریک کنیم. اما اگر ببینیم نیز تحلیل کنیم که ملت تاجیک یا یک تاجیکستانی همچون انسان استقلالیت در تصمیم گیری شخصیش ندارد، در طرز زندگیش ندارد، در انتخاب شدن و انتخاب کردن استقلالیت ندارد، پس میتوانیم نشانه های استقلالیت فردی در این ملت نیست و وقتی که افراد مستقل هستند نمیتوانیم که این ملت مستقل است.
دوستی عزیز و برادرم استاد روشن کردن یک مثال دادن از ملت کرد که 40 یا 50 میلیون کرد امروز دولت مستقل ندارد. اما سوال من این است که آیا برای یک انسان، برای یک ملت همچون ملت مستقل بودن اولا هست، مهمتر است یا یک دولت مستقل داشتن؟ شخصا من تا به امروز برای خودم جواب عمیق و قانع کننده رو ندارم. بحثا خیلی زیاد هم در دایره‌های علمی، در دایره‌های فرهنگی و فکری که استقلالیت دولتی مهمتر است. اگر دولت مستقل باشد، افراد این دولت قدم به قدم به استقلالیت ملی و فردی هم خواهند رسید. اما بحث‌های دیگر هست که طرفدارانش میگویند که نه، استقلالیت ملی یا فردی اولاتر است. اگر ملت مستقل نباشد، استقلالیت دولتی یا پایدار نمیماند یا پوره نیست. اون آسیب پذیر است، در هر لحظه میتواند که شکسته شود. من شخصا خودم بیشتر مایل هستم به فرضیه دوم. برای من تجربه تاجیکستان نشان داد که تجربه تاجیکستان و کردها نشان داد که داشتن یک ملت مستقل با افراد مستقل شاید که مقدمتر و اولاتر باشد از داشتن رمزها و دولت‌های یک دولت مستقل. چرا؟ امروز ملت کرد بین 4 دولت تقسیم است: ایران، ترکیه، سوریه و عراق. در هیچ کدام از این کشورها اونها اکثریت نیستند. ما تاجیکان دولت داریم با نام ملت خودمون. درست است که در افغانستان، در ازبکستان و دیگر کشورها هستند هم ملتان ما. ولی فرق بین تاجیکان و بین کردها در چه است؟ کرد چون همچون ملت مستقل است، همچون انسان و فرد مستقل است و هیچ دولت و هیچ حکومت نه در ایران، نه در ترکیه، نه در عراق، نه در سوریه اجازت نمیدهد که مرزی فردی او را، استقلالیت فردی او را عبور کند. شما مگر کرد را دیدید که حکومت یا جماعت یا وزیر بیاید مشخص کند که تو حق نداری از این مقدار بیشتر مهمان به خانه دعوت کنی؟ کرد چیکار میکند؟ اگر حکومت در ایران یا در ترکیه در هر جای دنیا با او بگوید که تو باید این لباس رو بپوشی، فلان لباس رو نپوشی، تو باید فلان مقدار مهمان دعوت کنی، تو باید برای مهمانت فلان مقدار چند کیلو کارتوشکه و چند کیلو سبزی و پیاز تهیه کنی و دولت بیاد برای معین کنند که چگونه باید حرف زد و فکر کرد، من باور ندارم که ملت غیور و جسور کرد این را تحمل کند. اگرچه دولت ندارد، اگرچه پرچم ندارد. درست است که کردستان عراق امروز پرچم دارد ولی کردها در دیگر جا نشانه ها و رمزها را ندارد. اما چه کنیم که ملت تاجیک با این همه رمزهای دولتداری، با این همه تاریخ، با حکومت داشتن، سرزمین داشتن، پرچم داشتن، گیم داشتن، امروز یک عده از افراد برای آنها معین میکنند که چند مهمان دعوت کنند، چی لباس بپوشند، چی تزیین بشد. آیا مگر این مستقلیت است؟ آیا این استقلالیت است؟ و آیا برای ما سوال با وجود میاد که استقلالیت فردی مهمتر است یا استقلالیت دولتی؟ حالا وارد این بحث زیاد نمیشه، ولی من نظرم این است که یکی از وظیفه‌های ما همچون ملت این است که از استقلالیت دولتی استفاده کنیم تا اینکه برسیم به استقلالیت ملی و این زمینه استقلالیت دولتی رو خوب حفظ کنیم و استفاده کنیم. اما نکته دیگری که میخواستم کمتر روشنی اندازم که اینجا بحث هم شد، به نظر من وقتی آن نیست و اصلا نیاز نداریم به آن که بحث کنیم که مهندس استقلالیت تاجیکستان کدام شخص و کدام گروه. چند نکته است. تمام اندیشه و افکار استقلال خواهی تاجیکان در زمان شوروی سرکوب شد و از بین رفت. ما بعد از سالهای 40 دیگر نداشتیم یگان نفر، یگان گروه که حتی درباره زیست
زیستن در یک دولت مستقل فکر کنند، آرزو کنند. اما تا سالهای چی ما داشتیم گروه ها را و شخص های را که برای استقلالیت دولتی و ملی ما تلاش کردند، مبارزه بودند، شهید شدند، پراکنده شدند و هجرت کردند به استونیا و افغانستان و گوشه‌های دیگری عالم. اینا کیها بودند؟ همونهایی بودند که ما و شما در فیلم‌هایمان، در کتاب‌هایمان، در تاریخمون با نام بسمچی‌ها اونها را تهمت می‌کنیم. مثلا کلمه بسمچی یک کلمه ترکی هست، اگر درست فهمیده باشم معنیش راهزن یا یک غارتگر، کسی که از راه میزنه. اما اونا کیها بودن؟ اونها کسانی بودن که برای استقلالیت دولتی مبارزه بودن، جان دادن، تلاش کردن. حالا بحث در سر آن است که بعضی ها میگن که بلشویک‌ها و کشور ما راه پاییز آوردن، برق آوردن، تکنولوژی آوردن، پس اونها کشور ما را استعمار نکردن، غصب نکردن. امروز اگر یک ملت یک کشور دیگر بیاید تا دوشنبه را غصب کند، ضبط کند، همون طوری که ارتش بولشویک‌ها بخارا را بمباران کرد، سمرقند را کرد، خوجند و تیمروز دیگر مرکزهای تمدنی تاجیکان را غصب کرد، ولی بگوید که من به شما اینترنت میارم یا یک تکنولوژی پیشرفته از برق و از اینترنت و از پاییز را میارم. آیا ما و شما راضی هستیم که در عوض تکنولوژی نو، در عوض یک طرز زندگی نو کشور ما، پایتخت ما غصب شود، دین ما، فرهنگ ما، ملت ما در تابعیت یک ملت یا کشور قوی‌تر دیگر شود؟ ما و شما چیکار میکردیم؟ من باور دارم که 80% جسوران این ملت مبارزه میکردن. فرق ندارد که این نیرو از طرف کدام کشور می آمد، از چپ یا از راست، از جنوب یا از شمال و با کدام هدف، با کدام نیتی میگه. ما بالاخره از وطن و از دین و از فرهنگ و از سرزمین خودمون دفاع میکردیم. پس چرا ما امروز اون نفرانی را که 80 سال پیش، 100 سال پیش برای دفاع از وطن و ملت خود برخاستند، ما آنها را امروز اعتراف نکنیم که آنها مبارزین برای استقلالیت وطن و ملت. تا آن روزی که ملت ما آنها را همچون قهرمان اعتراف نمیکند، من فکر میکنم که هیچگاه به استقلالیت ملی نخواهیم رسید. برای چه مبارزان اون سالها بر ضد بلشویک‌ها در بین ملت روس که آن سفیدها بودند، بلگوردیستی، گواردیاهای سفید، اونها قهرمان بودند برای ملت روس، ولی مبارزان تاجیک یا آسیای مرکزی برای ما قهرمان نباشند. حتی همسایگان ما، برادران ازبک ما دیگر اون مبارزان خودشان را جنایتکار و دشمن نمی‌نامند، بلکه شروع کردن به سفید کردن آنها. پس وقتی آن رسیده است که ملت تاجیک قهرمانان واقعی خود را برای استقلالیت ملی، دولتی و فرهنگی و دینی تلاش کردند، آنها را اعتراف کند، سفید کند در نزد تاریخ. این شروع یک حرکت استقلال‌خواهی جدید ملی برای ما و شما خواهد شد. اما مسئله دیگر اون که بعد از سال‌های که من گفتم چیز وقتی که سرکوب شد، حتی استاد عینی که یک نفری واقعا استقلال‌خواه بود، اینها دیگر به اصطلاح دست کشیدن از مسئولیت، خاموش شدند، ولی همیشه بودند نفرانی که این ملت را، شعله امید این ملت را زنده نگه می‌داشتند، مثل استاد عینی باز خدا رحمت کند، استاد ساتم الوزاده و دیگر ادیبان صنعتکاران فرهنگیان تاجیک، از آن جمله روحانیت تاجیک. نباید نقش روحانیت تاجیک را در حفظ فرهنگ و ارزش‌های دینی و ملی خودمون نادیده شد. اینا در مجموع بودن که ملت را، فرهنگ ملت را، دین ملت را، ارزش‌های ملی را حفظ کردند. اما در سال‌هایی که گرفتاری که شروع شد یا سال‌هایی که یک کمی آزادی‌ها آمد، باید بگیم که آماده ترین انسان‌ها از این
بازسازی یا پرستروی که گورباچوف استفاده کردن برای آغاز یک حرکت آزادیخواهی ملی. من هیچ وقت از این شخصیت‌ها یک شخصیت‌های افسانه‌ای تراشیدنی نیستم. باید همه چیز را با نام خودش واقع‌بینانه گفت. نه در ذهن روحانیت، نه در ذهن روشنفکران، نه در ذهن استاد طاهر عبدالجبار، استاد سید عبدالله نوری، اسدالدین صاحب نظر رو در سالهای شوروی اندیشه یا آرزوی تشکیل یک دولت ملی نبود، چون اصلا این اندیشه آزادی‌خواهی سرکوب شده بود، از بین رفته بود. اما یک مسئله است که ما باید اعتراف کنیم. در سالهای شوروی یگانه معیار برای یک نفر استقلال‌خواه چه بود؟ این ضد شوروی بودن، آنتی سوویت که میگفتن، آنتی سوویت که پروپاگاندا. در شوروی ما چند نفر داشتیم که با استاتیای رسمی پروپاگاندای ضد شوروی به دادگاه رفتن و محکوم شدند. در گرجستان گمسخوردیه، در آذربایجان الچیوی، در کشورهای بلتیکی من در یادم نیست، در روسیه چند نفر بود، از آن جمله ساخارۆف. اما در تاریخ تاجیکستان شوروی یگانه نفری که با استاتیای ضد شوروی به دادگاه رفته است استاد سید عبدالله نوری است. شما پرونده جنایی استاد نوری را بردارید، 3 سال بگیرید برای پروپاگاندای ضد شوروی. پروپاگاندای ضد شوروی یعنی چی؟ یعنی این کس میخواست که چیزی شوروی نباشد، تاجیکستان دولت مستقل باشد. حالا دولتی به کدام شکل باشد مسئله دیگر. اما مسئله این است آیا واقعا استاد نوری تبلیغات ضد شوروی میکرد یا اینکه تبلیغاتش فقط برای حفظ فرهنگ ملی، فرهنگ دینی بود یا غیر؟ اینا باید معرفی تحلیلگران تحقیق کنند و معین کنند که اندیشه‌های واقعی استاد نوری چی بود در اون سالها که با استاتیای ضد شوروی رفت اینجا. اما استاد طاهر عبدالجبار باید اعتراف کنیم، باید ملت قبول کند از همه ما آماده ترین شخص برای اعلان یک دولت مستقل استاد طاهر عبدالجبار. حداقل همین اعتراف می‌کنیم. وقتی که در پارلمان وکیل بودن بارها تلاش کردن، حتی قبل از آن که کشورهای پریبالتیکا استقلالات خود را اعلام کنند. چند مرتبه تلاش کردن که بالاخره تاجیکستان باید دولت مستقل باشد. اما هم پارلمان، هم حکومت، هم الیت آموزش تاجیکستان برای زیستن یک در یک دولت مستقل آماده نبود. من از تیمور سوال کردم که در رفرندوم آخر شوروی چند درصد مردم تاجیک برای باقی ماندن شوروی رای داد. رفرندوم سال 89. سوال خیلی مشخص بود. آیا شما میخواهید که اتحاد شوروی همچون دولت یگانه باقی بماند؟ ها یا نه؟ 93 درصد تاجیکستانی ها رای دادن که اتحاد شوروی باقی بماند. یعنی 93 درصد مخالف استقلالیت بود. و فکر کنم 2 یا 3 درصد جواب غلط دادن، اصلا ندونستن که چی گونه جواب بدن. همگی 5 درصد اهالی تاجیکستان در سال 89 رای داد که تاجیکستان دولت مستقل باشد. امروز سوال من این است که همون 5 درصد چی بود؟ اگر آقای علی کسی را ما باید تبریک کنیم، من همون 5 درصد رو باید تبریک کنم. من با فخر میگم همچون یک دانشجو بودیم. ما تبلیغات میکردیم که مردم دید آواز کرد. در بین دانشجوها، در بین مردم. یادم هست که دکتر فاکولته خدا رحمت کنه انسانی بود، کامل مسافر رو از اونجا گذاشتن. بعد اون سالها دکتر بود دعوت کردن ما رو در سبیلشون، گفت که صدقه سپیند لیلی شوید. من سپیند لیلی رو گرفتم، همچون دانشجوی حال موجوده دریافت شدم. گفت صدقه سپیند لیلی شوید. نمک لیلی حکومت شوروی میزنه، تو هم سپیند لیلی میگیری، هم زیدی اتحاد شوروی تبلیغات میبری در اینجا. گفتم استاد عزیز، من این سپیند رو برای دانشم میگیرم از بودجه دولت که پول بابا و پدری منم هست، پول خودی منم هست. ولی اونی که سپیند شوروی را برای دانشجویان بهترین شوروی سپیند لیلی اعلام کردن،
این به خاطر آن نیست که من پیروی عقیده نمی باشم. در اونجا نوشتم که برای دانشجویانی که بهای 4 ندارن اعلیخوان هستن سپین لینین در شوروی داده میشن. من برای خاطر نوشتم. اگر که سزاوار نیستم به خاطر آن که من استقلالیت وطن رو میخواهم مرا خرد که بالاخره خدا رحمت کنه ختم زد. دیگر بعد اون رفرندوم با سپین لینین دیگر نگرفتیم. یعنی گفتنی نیستم که من برای استقلالیت تلاش کردم، مبارزه کردم، اما حداقل این را میتوانم بگیم که در همون سالها جزئی همون گروه خود بودیم، 5% بودیم که اندیشه استقلال خواهی در ما وجود داشت و اینم فکر میکردیم. اما بعدا چی شد؟ همونطور که دوستان گفتن یک گروه از آدمانی که کاملا ضد استقلالیت بودند ما را خائن میدانستند، اون زمان امروز ثمره استقلالیت رو میچشند. چرا؟ برای اینکه استقلالیت با آنها منصب داد، مالکیت داد، حاکمیت داد و همونطوری که جناب ما گفت اگر امروز جشن میگیرند اینها استقلالیت رو جشن نمیگیرند، اینها بایدگری و مالکیت و حاکمیت خود رو جشن میگیرند. اما سوال این است که اگر امروز خدای نکرده با استقلالیت ملی و دولتی ما تهدید از بیرون صورت بگیرد کی از این استقلالیت دفاع خواهد؟ باید مردانه وار جوان مردانه بگیریم. آیا حکومتداران امروزه تاجیکستان از استقلالیت دولتی، حالا من نمیگم استقلالیت ملی، حتی از استقلالیت دولتی ما دفاع خواهند کرد با جان و با تنشان؟ من شخصا به این باور دارم. چرا؟ یک مثال بیارم، یک دلیلی که خودتون فکر کنید. کدام نیرو از استقلالیت دولتی وظیفه‌دار است که کنستیتوسیون یا قانون که دفاع کند؟ یگانه و اولین نیرویی که باید دفاع کند وزارت دفاع است. در تمام کشورهای پیشرفته و واقعا مستقل قوی‌ترین وزارت و قوی‌ترین نیروی نظامی وزارت دفاع است. اما در تاجیکستان ما قوی‌ترین وزارت قدرتی کدام وزارت است؟ وزارت امنیت. وزارت امنیت وظیفه‌اش چی است؟ دفاع کردن و حمایت کردن حاکمیت از مردم خودش. در کنستیتوسیون می نوشتن که تامین امنیت، ولی در امروز در تاجیکستان ما حمایت حاکمیت از ملت، از مردم. پس وظیفه امروزه حاکمیت چی است؟ نه حمایت استقلالیت از بیگانگان، از بیرون، از یک خدای نکرده تعرض خارجی، بلکه وظیفه حاکمیت امروزه تاجیکستان متاسفانه حمایت کردن خود حاکمیت از مردم و از ملت. من باور ندارم که اونها از استقلالیت دولتی ما حمایت کنند، اما وظیفه ما و شما همین است. برادران فرق ندارد در کجا قرار داره. اگر خدای نکرده به استقلالیت دولتی ما خطری اگر پیدا شود تهدید کند، وظیفه یکایک ما شما این است که در پشتیبانی از دولت و ملت قرار بگیرید. اگر برای اونها مال و منصب مهم است، برای ما سرزمین، دولت و این پرچم و این رمزها خیلی اهمیت دارد. بنابراین برادران عزیز، من آرزو میکنم و خواهش دارم این برنامه شخصی من است، من درباره برنامه حزبی و گروهی صحبت نمی‌کنم که ما از مرحله استقلالیت دولتی برسیم به مرحله استقلالیت ملی. استقلالیت ملی ما در حالت رخ خواهد داد که ما انسان‌های مستقل داشته باشیم. انسانی که خود را در زیر پرچم تاجیکستان مستقل حس کند، حق انتخاب داشته باشد، حق رأی داشته باشد، حق انتخاب لباس داشته باشد، حق آن را داشته باشد که عضو این یا آن حزب شود، نترسد که برای اندیشش کدام حکومت کدام دولت او را تهدید میکند، زندانی میکند. ما نباید اجازت بدهیم که در دولت آینده تاجیکستان، در دولت مستقل تاجیکستان، در جامعه‌ای که یک ملت مستقل دارد، هیچ انسان نترسد به خاطر آن که دیندار هست یا ضد دین است، سیاسی هست یا اصلا انسان سیاسی نیست. یگان نفر نترسد برای اتئیست بودنش از طرف دولت، از طرف یک حزب سیاسی
از طرف یک گروه دیگر مورد تهدید قرار میگیرد. یگان نفر نترسد که به خاطر کمونیست بودنش، به خاطر زردشتی بودنش، به خاطر اسلامی مسلمان یا غیر مسلمان بودنش مورد تهدید و تهدید قرار میگیرد. اگر ما به این مرحله رسیدیم پس میتوان گفت که ما تبدیل شده به یک ملت مستقل. اون وقت استقلالیت دولتی ما معنا دارد، کامل می شود و انشاءالله که با لطف خداوند و کمک شما و با دعای پیرمردان و مادران و خواهران ما و شما که در داخل کشور امروز واقعا هم مظلوم هستند، روز میرسد که ما و شما این استقلالیت کامل و پوره را در وطن با هم جشن خواهیم گرفت و بار دیگر همه شما را با استقلالیت دولتی تاجیکستان تبریک میگیم.